درود دوستان گرامی، خوش آمدید به شبکه خودتان. در این دیار و میدونید برای چی من شما رو دوست گفتم؟ با اون خاطری که همین شب و روز بعضی دوستان به حول ویرتوالی، یعنی اونهایی که فقط طریق یوتیوب یا اینکه طریق فیسبوک، وایبر، واتساپ، ایمو، تیک توک یا عموما هر یک شبکه اجتماعی دیگری که هست ما صحبت میکنیم، بهترن از بعضی دوستانی که اونها رو واقعی یا اینکه ریالی میتوان گفت. به خاطر دوام کردن دوستی ما، به خاطری که کمک کردن به یک دوست خودتون که من شما رو دوست گفتم و اگر قبول کنید که من نیز به خاطر یکی از دوستان شما شامل شوم، پس با کانال در این دیار ابونه شوید و با دیگر دوستانتون آن رو فرستید تا صفحمون بیشتر شود و ارزنده شویم با شعاری که ما در این کانال گذاشتیم. توجیک باید رمز صفت و توانایی باشد. دوستان گرامی، امروز چون وعده داده بودیم که شروع از سال 2021 برایتان یک قطار ویدیوهای تازه و البته جالب پیشنهاد میکنم. یکی از آنها زیر عنوان کتاب درمانی بود و اعلان آن رو من در فیسبوک نیز گذاشته بودم که اگر دستگیری کنید پس این اقدام رو راه اندازی خواهم کرد. امروز نوبت اون رسیده است که من برایتون پیرامون یکی از کتاب‌های دیگری که من آن رو یک چند پیشتر مطالعه کرده بودم، من همین کتاب است و در دنیا زیاده از 150,000 نسخه از این کتاب فروخته شده است. بیست ریدینگ این عرباتی در گفته شده است که چه خیل معاش خود رو در ظرف 9 روز ما میتوانیم که با کدام راه‌ها بیشتر کنیم. این کتاب بسیار یک راهنمای خوب است، خصوصا برای اونهایی که در شرکت و تشکیلات هایی که گوناگون هست کار میکنند. در اینجا پیرامون موضوع های گوناگون که میتواند شما رو تغییر بدهد نوشته شده است. موضوع های بسیار جالب هم دارد، مثلا چطور در سبیسید و میگم یا اینکه صحبت کردن شما باید همون کار دهنده یا که کارفرما رو قانع کرده توانید که اون چرا برای شما باید کار بدهد، چرا برای شما باید معاش بدهد، یعنی معاش بلند رو در نظر دارم. و بیاد یک چند جایی که من ورق گذاشتم، این موضوع جالب هستند. با دل سرد، با دل سردی فعالیت میکنید و میخواهید که با جای کاری دیگر بروید، یعنی دیگر میدونید که در همون جای کارتون قدرتون نمیکنند یا اینکه عموما دیگر یک موقع خود رو شما یافته نتوانستید. حتی میدونید از روزگاری ثروتمندان، از روزگار اونهایی که موفق هم میتوان خلاصه کرد که در یک جو انسان میتواند که 5 سال تا 5 سال فعالیت کند و در ظرف این مدت اگر شما موفق نشدید، کامیاب نشدید یا اینکه از خود درک داده نتوانستید یا اینکه همون پتانسیلی که شما دارید قدر نکردن، پس اون رو ترک بکنید. مثلا در همین جا نیز میگه وقتی که شما میخواهید از کار خود بیروید و در جستجوی کار نو باشید، پیش از رفتن کارتان 1 ماه، 2 ماه، 3، 4 ماه خودتان رو، نیروی ایجادی و جسمانیتان رو تا حد نشان بدهید که پیش از رفتن یک کسی واه گوید. نمیدونم در همین شب روز در ما واه آه میگویند یا اینکه نه، لیکن به هر حال شما باید که خودتان رو بسیار خوب نشان بدهید. در فرجام هر یک بابی که در همین کتاب آورده شده است، در اونجا خطهای سفید است برای قیدها، یعنی شما از همین موضوع خوندید، چی درک کردید، اونها رو در زندگیتون در عمل تطبیق میکنید یا اینکه نه، میتونید که بنویسید. و حتی سوال ها گذاشته شده است، با جواب دادن، با پاسخ گفتن به همون سوال ها شما میتونید همون دانش خود رو وابسته به همون موضوعی که خوندید پرتر نمایید. و در یک جوش بسیار عجیب قید کرده بود وابسته به موضوعی که محیط یا اینکه همکاران خود را معین کردن. او میگوید شما یگان جای شرم و حیاش نیست، نشینید و نویسید نامی 10 نفر آنهایی که همه روزه شما با آنها وا میخورید، کودک است، زن است یا اینکه دوست و همصنف و همکورستون است، و بعد از همون 10 نفر رو یک نشسته خلاصه کنید که شما با کیها وا میخورید و از شما چی تفاوت دارند و بعدا شما معین میکنید که واقعا شما از آنها دانش میگیرید یا اینکه اونها از شما دانش میگیرن، یعنی باعث عبرت از هر دو جانب میشود. این کتاب رو برایتون توصیه میدهم، در اکثر مغازه های شهر دوشنبه هست، دسترس کرده میتونید و نرخش هم اونقدر گران است. اما اگه 40 سومونی من با همین ارزش اون رو خریده بودم. و اونهایی که میخواهند این کتاب رو به پول تحفه بگیرن، هنوز شرط ما باقی است. در شبکه یوتیوبی در این دیو با کانال ما یک چند نفر رو ابونه بکنید
ва ин китоб бароятон тӯҳфа дода мешавад.